سلام، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پی سی باکس. تو این ویدیو میخوایم بریم و بفهمیم که چطوری یک فلش بوتبل با هم دیگه بسازیم. خب اول از همه بگیم که بوتبل چیه. توی دو سه سال پیش که الان هم هنوز هست بگردید، ما برای نصب سیستم عامل یا نصب ویندوز جدید میرفتیم مغازه و میگفتیم سی دی ویندوز رو به ما بده و سی دی ویندوز رو میخریدیم، میومدیم روی سیستم خودمون نصب میکردیم. اما اواخر کمتر کسی پیدا میشه که بره سی دی ویندوز بخره. خودش سی ویندوز رو دانلود میکنه، تو یک کالا حافظه که معمولا از فلش استفاده میکنن میریزه، ویندوزش رو بوتبل میکنه و روی کامپیوتر خودش اون رو نصب میکنه. حالا اگه شما برای اولین بار میخواید ویندوزتون رو نصب کنید، نمیدونید چطوری، بیایید و یک سیستم عامل رو بوتبل کنید. معمولا اگه میخواید خودتون دست این کار رو انجام بدید، میبینید که اگر فایل ایزو سیستم عامل رو همینطوری توی فلشتون کپی کنید، وارد بایوس بشید و بوت خودتون رو تغییر بدید به فلش، میبینید که فلش بوت نمیشه و خود ویندوز میاد در نهایت بالا. اگه بخواید تغییرش بدید یا اگه میخواید سیستم عامل نصب کنید، میبینید که سیستم عامل نمیاد بالا، هیچی برای شما بوت نمیشه. چرا؟ چون که اون فلشتون فایل های مخصوص بوت رو نداره، یا این فایل هایی که بایوس بدونه از کجا بیاد و سیستم عامل رو بوت کنه. حالا ابزارهایی ما داریم که میاد این کار رو برای ما انجام میده و ما میتونیم اون فایل سیستم عاملمون رو بوتبل کنیم به اصطلاح، تا بایوس اون رو بشناسه و بتونیم از طریق فلش بیایم و سیستم عامل خودمون رو نصب کنیم. البته تو این توضیحات هم توجه داشته باشید که گفتم حافظه، مشخص نکردم که حافظمون حتما باید چی باشه. میتونید همچنان از یک سی دی هم استفاده کنید. فقط یک حافظه میخوایم که بتونیم عملیات بوتبل رو انجام بدیم. حالا روش های مختلفی داره، تو این ویدیو میایم و یک فلش رو بوتبل میکنیم. خب حالا فهمیدیم بوتبل چیه و چرا باید این کار رو انجام بدیم. برای این کار ابزاران مختلفی وجود داره که ما تو این ویدیو از رفوس استفاده میکنیم. یک ابزار خوب دیگه هم وجود داره به اسم ونتوی که بعدا در مورد اون حرف میزنیم. فعلا میخوایم از رفوس استفاده کنیم، از همه راحت‌تر و مطمئن‌تره. وارد مرورگر خودتون بشید. حالا از هر مرورگری که دارید استفاده میکنید فرقی نداره. و برای دانلود کردن ابزار خودمون که ابزار رفوس هست، بنویسید دانلود رفوس. اولین وبسایتی که برای شما میاره همون وبسایت رفوس هست، روش کلیک کنید، وارد وبسایت رفوس میشید. از این بغل هم میتونید زبان خودتون رو تنظیم کنید که ببینید فارسی داره یا نه. فارسی نداره، خب مهم نیست. میایم پایین و اینجا تصویر خود نرم افزار داره به ما نشون میده که برامون دوباره مهم نیست، اما حالا اینجا نسخه های مختلف رفوس رو برای ما گذاشته. نسخه استاندارد داریم، نسخه پورتیبل داریم و نسخه استودیو بی تی داریم برای ویندوز های استودیو بی تی. اگه ویندوزتون استودیو بی تی این رو دانلود کنید، و اگر ویندوز آرم دارید و بیاید این نسخه پایینی رو دانلود کنید. من نسخه استاندارد رو دانلود میکنم، این تبلیغ رو میبندم، دانلود شروع میشه. حجمش همونطور که میبینید خیلی پایینه و 1.5 مگابایت بیشتر نیست. روش کلیک میکنم، رفوس باز میشه. خب محیط نرم افزار همونطور که میبینید این شکلیه، اما تو این قسمت دیوایس باید بیم و یو اس بی خودمون رو مشخص کنیم که میخوایم از چه فلشی عملیات بوتبل رو انجام بدیم. توجه داشته باشید که هر اطلاعاتی توی فلشتون دارید پاک میشه. بس حتما از اطلاعات خودتون بکاپ بگیرید. بیایید و فلش خودتون رو به کامپیوترتون متصل کنید. من این کار رو انجام میدم. خب من فلشم رو متصل کردم و همونطور که میبینید خودش اومد و فلش من رو شناسایی کرد. اگه شما چند تا فلش به کامپیوترتون متصل کردید، میایید این گزینه رو میزنید و بین اونا انتخاب میکنید. چون که من یکی اضافه کردم، فقط یکی رو اینجا نشون میده. تو قسمت پایین بوت سلکشن میایم اینجا قسمت سلکت و میزنیمش و میایم فایل ایزو سیستم عاملمون رو انتخاب میکنیم. فایل ایزو رو بهش میدیم، فایل زیپ یا رر یا چیز دیگه بهش نمیدید، فقط ایزو بهش بدید. انتخابش میکنیم و اینجا فایل ایزو رو اسمش رو برای ما مینویسه. و توی این قسمت پایین، توی این قسمت پارتیشن و که نوشته MBR و یه گزینه دیگه داریم به اسم GPT. MBR و GPT مهمترین قسمت بوت کردن فلشمونه. چرا مهمه؟ چون که بستگی به سیستم ما داره. اگر شما پارتیشناتون MBR باشه یه ویژگی‌هایی دارید، اگر GPT باشه یه ویژگی‌های دیگه دارید. و اگر فرضاً ویندوزتون رو حالت GPT نصب شده باشه،
نمیتونید روش MBR نصب کنید و اگر MBR نصب کرده باشید نمیتونید GPT نصب کنید. و حالا چه تفاوتایی با همدیگه دارن؟ ساده بهتون بگم، توی حالت MBR شما نهایتاً فقط میتونید 4 تا پرایمری پارتیشن داشته باشید. ویندوز برای نصب شدن رو حالت MBR فکر کنم به 3 تا یا 2 تا پرایمری پارتیشن نیاز داره. دقیق این رو مطمئن نیستم. حالا راههایی هم داریم که پارتیشن های بیشتری برای بهتر مدیریت کردن حافظمون داشته باشیم رو حالت MBR، ولی رو هیچ کدوم از اون پارتیشن ها شما دیگه نمیتونید بیایید و ویندوز نصب کنید. به عنوان مثال شما نمیتونید روی اکستندد پارتیشن بیایید و ویندوز نصب کنید، این امکان وجود نداره. و حالت GPT میاد و به ما خیلی خیلی بیشتر، حالا نمیدونم چند تا ولی خیلی زیاده، 100 تا 200 تا، و میتونیم پرایمری پارتیشن داشته باشیم، یعنی میتونیم 2 تا ویندوز هم حتی روش نصب کنیم، 3 تا نصب کنیم مثلا. ساده بگم این شد تفاوت GPT و MBR. اگر شما میخواید روی کامپیوتر که هیچ ویندوز یا سیستم عاملی روش نیست بیایید و یک سیستم عامل نصب کنید، این GPT و MBR رو همون اول برای خودتون مشخص کنید که میخواید GPT نصب کنید یا میخواید MBR نصب کنید. بستگی به خودتون داره که تو چه حالتی میخواید نصب کنید. اما از کجا تشخیص بدیم که ما روی چه کامپیوتری میتونیم GPT داشته باشیم؟ ببینید MBR رو که همه مادربرد ساپورت میکنن، اما GPT مطمئن باشید اگر مادربردتون مال سال 2010 به بالا باشه به احتمال 99% میاد و GPT رو پشتیبانی میکنه. هم حتی مادربردهای قدیمی تر هم میاد و حالت GPT رو ساپورت میکنن. پس بهتره GPT نصب کنید از نظر من. اگه هاردتون SSDه که 100% GPT نصب کنید. این شد از GPT و MBR. اما یه حالت دیگه ای که ما داریم اینه که ما سیستم عامل داریم، مثلا یک ویندوز داریم روی سیستممون، اما نمیدونیم که برای ما GPT نصب کردن یا MBR. چرا؟ چون که باید اینجا این رو درست مشخص کنیم که میخوایم رو حالت GPT نصب کنیم یا MBR تا توی نصب سیستم عاملمون به مشکل بر نخوریم. پس ما باید چک کنیم که هاردمون GPT یا MBR. برای این کار من رفوس رو مینیمایز میکنم و کافیه که بنویسید دیسک توی سرچ ویندوزتون و create and format hard disk partitions رو انتخاب کنید. بعد از اینکه دیسک منیجمنت رو باز کردید یه همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. اما از کجا بفهمیم که رو حالت GPT هستیم یا MBR؟ تو این قسمت دیسک صرف نگاه کنید. این همون در واقع پارتیشن هایی هست که روی سیستم من وجود داره. ببینید من یه ویندوز دارم و حالا پارتیشن های دیگه، این فلش من هست و این هم یه مودمه که میتونم درایوش رو از توش نصب کنم، یه حافظه براش گذاشتم، برای همین اینجا داره نشونش میده. اما اگر شما اینجا extended partition دیدید بدونید که رو حالت MBR هستید. چرا؟ چون که extended partition رو توی MBR میسازن. اما اگر EFI boot دیدید بدونید که رو حالت GPT هستید. به عنوان مثال اینجا من EFI سیستم رو دارم میبینم، این EFI ویندوز من هست. اما چطوری مطمئن بشیم که رو حالت GPT هستیم یا MBR؟ بیاید اینجا روی دیسکی که میخواید نگاه کنید MBR یا GPT راست کلیک کنید، بیاید اینجا روی پراپرتیز، این صفحه براتون باز میشه. بیاید اینجا روی قسمت ولیومز، تو این قسمت پارتیشن استایل برای شما مشخص کرده که GPT هستید یا MBR، که برای من گفته GPT هستم و اینجا هم دقیقاً اون جمله کامل GPT رو نوشته که GPT مخفف چی هست. اینجا اگر برای شما MBR زده بود یعنی باید MBR بود کنید. به همین سادگی شما میتونید بفهمید که هاردتون استایلش چیه، GPT هست یا MBR. خب مجددا وارد رفوس میشیم. پس من مشخص میکنم که پارتیشن استایلم GPTه، میذارمش رو حالت GPT و تو این قسمت پایین میتونم اسمی به فلش خودم بدم که من اسمش رو میذارم اوبونتو، چون که دارم یه اوبونتو بوت میکنم و برای بوت کردن فلش هم میام اینجا استارت رو میزنم. اینجا حالت رایت رو به من میگه، من میذارم همون حالت دیفالت. اینجا میگه تمام دیتا پاک میشه، من میگم باشه پاکشون کن، مشکلی ندارم و شروع میکنه به بوتبل کردن فلش من. و بعد کار رفوس تموم شد من میتونم بیام و از این در واقع فلشم بیام سیستم عاملم رو بوت کنم و شروع به نصبش کنم. من سعی میکنم تا این کار انجام بده و مجددا برمیگردم.
خب همونطور که مشاهده میکنید کار بوتبل کردن فلش ما تموم شد و اینجا روی نوار سبز مینویسه ردی، یعنی کارش تموم شده و شما کافیه که فقط کلوز رو بزنید. اگر دوباره استارت رو بزنید دوباره میاد و عملیات بوتبل رو انجام میده که نباید این کار رو انجام بدید و کلوز رو میزنید. الان فلش شما آماده است و میتونید سیستم عامل خودتون رو نصب کنید. خب رسیدیم به انتهای ویدیو. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. برای حمایت از کانال میتونید ویدیو رو لایک کنید، با بقیه به اشتراک بگذارید و اگرم کامنت بذارید که خیلی خیلی خوشحال میشم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.